هر روز داریم خبرهای منفی از جنگ میشنویم. آیا برامون خوبه یا نه؟ اینی که خبر جنگ میشنویم نه خوبه نه بد. خبر جنگ یک خبر واقعیه و آگاهی ازش نه تنها بد نیست، بلکه امکان داره به ما کمک کنه که یک راه حل خوب حداقل برای خودمون داشته باشیم. خبر منفی شنیدن بد نیست، خب بالاخره به گوش ما میرسه و میتونه تاثیر حتی مثبت روی زندگیمون داشته باشه. اینی که بدونیم چه اتفاقی میفته از لحاظ روانی ما رو دچار تشویش نمیکنه، بلکه نحوه برخورد ما با این خبره که میتونه ما رو درگیر هیجانهایی مثل ناراحتی، ترس، اضطراب کنه، یا نه فهمش باعث بشه که رفتار بهتری نسبت به اون خبر داشته باشه. پس بهترین راه حل برای برخورد با اخبار بد اینه که شما تبدیل بشید به یک شنونده حرفه‌ای اخبار رو بشنوید، احساسات لحظه‌ایتون رو کنترل کنید، فقط و فقط واقعیت رو بفهمید. واکنش های هیجانی، تعریف اون برای اعضای خانواده، خصوصا وقتایی که این اعضای خانواده نسبت به این مسئله بی‌توجهن، باعث میشه تک تک این افراد درگیر بشن، تنش و اضطراب بگیرن و نهایتاً فضا و کانون خانواده دچار مشکل شن.